سلام بچه ها، من میلادم از کانال بلو استودیو. بچه تو این ویدیو من اومدم آموزش بدم چجوری توی دراوین کارتون مود بریزید. حتما باید 2 باشه دیگه و وارد بازیش کنید. قبل از اینکه این آموزش خفن رو شروع کنیم حتما دکمه لایک و زنگوله و سابسکرایب رو بزنید. سوالی چیزی هم داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. بریم سراغش. خب بچه ها، اول وارد صفحه یوتیوب میشید، سرچ میکنید DC Pack 2 Pack، هر مودی که خواستید. الان من مود افکت رو واسهتون مینویسم اینجا و آموزش دانلودشون هم واسه میذارم. خب اینجا که نوشتی اینا رو، خب مثلا مینویسم افکت. خب این میزنم روی دکمه سرچ. 100 تا ویدیو هست، واسه بیاره 100 تا ویدیو هست که همشون درباره همین افکت هاست که من رو اولی کلیک میکنم و ویدیو رو نگاه کنید. صدا باش کم کنم، ببینید میزنید روی مور که میزنید روی مور، بعدش روی https www.dropbox.com روی این کلیک میکنید، ثبت میکنید تا بیاره. بعدش وارد همچین صفحه میشید، نوشته دراپ باکس، روی اون زبدر بالایی میزنید، بعدش روی دانلود میزنید دیگه. اینو که زدید این دیگه خودش واسهتون دانلود میکنه. بعد بهتون یادم میدم که چجوری وارد بازیش کنید. خب بچه وارد بازی میشید، میرید پایین روی این میزنید و میای داخل فایل‌های شخصی. بعدش میزنید روی اولین چیزی که براتون آورده بود، اولین فایلی که براتون آورده، روی اون کلیک میکنید. بعد روی گزینه برگشتن میزنید، میایین اینجا و میبینید که وایسید من اینو بزنم روی فست و یه بک‌گراند هم بزنم روش. بعد بهتون میگم ببینید، میانیم پایین. این من چند تا مود دانلود کرده بودم، اینهاش، این دینامیک نمیدونم اینا دیگه، کلا همینه دیگه. خب بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. بچه ها حتما این چنل رو ساب کنید، بعدش هم لایک کنید و هر نظری و یا درخواستی داشتید توی کامنت ها بنویسید که من همشون رو جواب میدم. بعد اگه دیگه آموزش های دیگه درباره دراوین کارتون میخواستید و مودای دیگه، بقیه‌شون توی کانال تلگرامم لینک دانلودشون رو میذارم که برید خوب استفاده کنید و برای انیمیشن های خفنتون اونا رو استفاده کنید. دمتون گرم، خدا نگهدار.